یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که عبدالخالق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزاره‌های پاکستان در شهر کویت مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی شده است. تصویری که از آقای هزاره منتشر شده نشان می‌دهد که او خونین است و به شفاخانه منتقل شده است. حزب دموکراتیک هزاره‌های پاکستان روز جمعه 14 جدی در بیانیه در حساب کاربری خود در فیسبوک تایید کرد که عبدالخالق هزاره مورد حمله قرار گرفته است. طبق این بیانیه پلیس مظنون حمله به عبدالخالق هزاره را بازداشت کرده است، اما این حزب در مورد هویت مهاجم و انگیزه او جزئیاتی ارائه نکرده است.